که مچتم محکمه من گفتم نه هم در همون برنامه بود که برآمد همون همسایه اتی تو گاب زد من گفتم بیا بله کوش کن گفتم من که همین همسایت گاب زدم که هم دیستل مچتش شما محکمه یا نه تو گفتی که بیا خیلی برنامه بیرون گام بزنیم من خیلی بود و آخری برنامه بود ها تو دت محکله کی من ترا دکازات بکنم کی مسجد ما محکمه تو همه چیز انتظاری های من نه تو گفتی محکمه که مچت حاضی سودا من تو گپ بس دروغ بس میزنی تو بسازی تو حاضی با من در تلگرام یا در واتساپ این همین تلگرام های موندگی بنویس من این همین حاضی این همین ایفیر نکشته زنگ میزنم تاجیکستان نشان میتین که چخه مسجد درش پیچت زدگی های بیا اون زنگ کارت زن هم من که در گپ همین زدگی بودی ایفیر من زنگ من زدم در مرا گوش اصیل کن تلفنم اینا اه. تلفن حاضی زنگ میزنم تو بنویس شما میگه من دروغ میگم من شما حاض در کذات میگم که مسجد من میرم دک در نوحیه نه قبرستون که محکمه تلگرام میام اوده همینجا دکازات کن همینجا دکازات کن بیا من زنگ بیا زد تو بنویس تو دکازات در کن تلگرام همین بنویس من اگر در کذات نکنم تو بگو که تو نامردی تو تو دروغ میگو تلگرام تو تلگرام من چور نکردی من نوشته نمیتونم تو با نوم چیه در تلگرام بیا من هم تراوز هوی کنم بیا نوم چی بود همونجا خوب جایی که چور نکردی میابی آقای نوم چیه جو من همه را بیشتر آدم ها چور نکردیم نوم چیه شما تا نوم من برای هم نه همینجا گفتی زنگ زدم همینجا برو نشون تین دکازات کن که هم افیر بکی من همه من خیلی نه در اینجا او فونکسیونه دارم که در بری خودم برورم در بری اکران نشان تیم که مسجد محکمه من طرف شد هستم که خراشو ده مسجد یا تنه من حاضر زنگ بعد زن در نمی شاهدی نمی دوونیم هزار آدم من تماشا داره تو من زنگ زن نمبر تته من زنگ زنم آدم در تاجیکستان ده مسجد میروه من نمی فیر نمیشینم ده جا میروه من طرف نشان میتیم که اینا در فلان جا فلان مسجد محکمه قدم سال شد میشوه شد تموم بنویس حالا مرا نمبر گوش چند بعد در تلگرام نمبر بعد چند در برنامه تلگرام من گوش کن بعد برنامه این مسئله من بعد دیگه تلگرام زنگ میزنم صحبت میکنیم من می نویسم که جواب تیم عزت الله شد تمام حاضر بنویس جواب بدیم بیو مرا گوش کن بعد اوز بچه که درومن مرا دشنام کردن مرا دشنام کرد نه مادرم شما لایقی دشنامه بخدا شما واقعا لایق میدونم من همه آدمایی که شما دشنام میدن من احسن میگم با همه آدما برای که شما مردک نیستی شما مرد باشه با چهره بروی گپ زنه شما میگه دولت ما دموکراسی حقوق بنیاد آزاد آزاد باشه کو برو رنگ من وره آزاد گپ زن مردک کو بیای آزاد گپ زنه نه آزادی نیست آزادی این یک زنک بود کشتنش بعد جنگ دیگه آزادی نیست عدالت هم یک کسی دیگه بود کشتنش این چیزا نیستن در تاجیکستان ما میخوایم همین چیزا رو بر بگردونیم شما نمیفهمید شما تنها غلام بوده غلام زاده بوده غلامی تاج را غلامی داره گشته ما میخوایم که واقعا بیایم برای شما نشون بدیم طرز دولتداری رو چقدر انسان قدر داره در دولت من مخالف همین رژیم رحمانوفم من پگه اگر سر قدرت بیام من مخالف نمیدانم همون مخالف ما که میروا اروپا یا که منطقه تاجیکستان بیرون میبروه زیدی من سخنرانی میکنم من مخالف ما در درون تاجیکستان رسانه میتیم پروپاگاندا شبره اگر الماس پیروز میشه الماس من پیش بگم که همون مهلتی که 4 ساله یا که 5 ساله دولتداری رئیس جمهوریم الماس مرا گوش کن همین چیز الماس من استعفا میتیم تو چوه وقتی که من گپ میزنم میدروی شما من نمیفهمم بگم من تمام کنم میتیمت گپ زن وقت من گفته هستم که من مخالف نمیدونم که همون انسانایی که وقتی من در سر قدرت باشم مخالفای من اروپا گپ زنن نه او قبول نیست من مخالف من رسانه میتیم در درین تاجیکستان پروپاگاندا شبه بره میفهمی آزادی من میارم برای شما ای مسلمانو آزادی تو میتونی که آزادی میتونی که زیدی من گپ زنی میتونی که زیدی یک از دیگه گپ زنی شما آزادی دیدگی نیسته شما نمیدونه که زندگی چیه شما فقط تاجیکستان روسیه کار تمام خونه در روسیه هم یگان جا نبر اومده فقط کار خونه
تمام. شمالی نمیدونه که آدما خیلی باید زندگی کنن، کار باید 8 ساعت باشه در یک روز، یا خیلی 15 ساعت کار میکنی، 18 ساعت. من خودم 16 ساعت کار کردم روزش، ای 12 ساعت تا 16 ساعت هر روز کار میکردم. آدم باید 8 ساعت زیاد کار نکنه. اگر 8 ساعت زیاد کار کرد باید در پلی تلی دوینای پلاتی چی باید بکنه. شما این چیزا رو نمیدونی، شما آزادی بوش نمیدونی. من میخوام بیام برای شما آزادی بیارم. این مردمی توجی هدف من چیه؟ من میخوام که بیام شما زندگیتون خوب باشه، سوی داشته باشه، شما گودک پلی بگیری، شما در تاجیکستان جای کار پیدا کنی، شما اگان هیچ به حرکتی داخلی و خارجی میاوه همین خلکی برنامه به مثل برنامه های من نه. این پیشنهاد من برای چی خاطر بگم که رحمانوف و مثل یک نوکیا بیلای نه، برای همین خاطر که رحمانوف فونکسیاش تمام شد، وقتش تمام شد. رحمانوف باید برا به استعفا، جوانا بیاین، ایده های نو بیاید، سیستم دیگر شود. ما نه این چیزا میخواهیم برادر عزیز. شما خودت میبره فلانی طریقه گفت بسمدانی شد. برادر عزیز من با این آدمایی که میبرن بلاگرن یا که ملاگرن، من با اونها اتویت هم نمیتیم. من یه برنامه کردم 6 ساعت، هم تا بگیم یا تا بلاگر یا تا ملاگر دعوت کردم بیایی که قدیما صحبت کنی. اگر شما واقعا میخواهید صحبت کردن بیایی من دکازت کنم که یا تا دیگه تا بردین در بوله بوتلکه شنوندگیان این دیگری تا تا دیلا کردگیان. بیایی من دکازت میکنم که شما مجبوره اگر شما آزاد باشه یکم آدمی که میبره سیدی رحمان گپ بزنم یا ایوب ادیبه کن من جواب بتیم در این گپم. به همین خاطر او آدمایی که بزدی من گپ میبرن میزنن من پچارم نمیبرم. میفهمی؟ ما مردم قبادیون هم خلکی گپ میزنیم. به همین خاطر خیلی تموت نمیگذره. فهمیدی؟ مردک همون مردک یکی میبره با چهره قطعی من گپ میزنه. در پشتی پرده با جوش لگه برو اومده توی نقل کرده به منم. خب رحمانوف